چند روز می شود که میان روسیه و آذربایجان بحثی نوی سر زده است. این دفعه سبب جنجال و تنش جدی میان دو کشور سابق شوروی عملیات کلان مقیاس نیروهای پلیس روسیه شد که در شهر اکاترینبورگ بر ضد شهروندان آذربایجان انجام داده شد. روز 27 ایون نیروهای پلیس روسیه هنگام یک تفتیشات در 10 خانه بیش از 50 نفر زاده آذربایجان را دستگیر کردند. این عملیات در دایره پرونده جنایتی عاید به کشتار یک فروشنده بود که باز از سال 2001 آغاز یافته بود. آن وقت کشتار را نیافتند ولی حالا پرونده را از نو کشیدند و دوباره تحقیق کردند. هنگام یک رید دو برادر ضیاءالدین و حسین سفرو کشته شدند. طبق تحقیقات رسمی معلوم شده است که آنها را تا مردن لطوکوب کردند. ولی مثل همیشه مقامات روسیه در حالتهای مرگ شخصان ملت‌های غیر روس با گزارش‌های دروغ حادثه را پنهان می‌کند. میگویند که گویا آنها از سکته دل یا سبب دیگر فوتیدند. برای همین در مورد این دو شهروند آذربایجان نیز چنین گفتند که گویا در وقت رید آنها از سکته دل مردند. وزارت کارهای خارجه آذربایجان از روسیه طلب کرده است که حادثه دستگیر شدن آذربایجانی ها را در اکاترینبورگ جدی تحقیق کند. با گفته خویشاوندان دستگیر شده ها ساعت 6 صبح پلیس بدون یگان شرح و به نشان دادن یگان حجت به خانه ها زده در آمدند. مردم را لطوکوب کردند و بعد چند ساعت بردند. گفته می شود که آنها زنده بودند ولی بعدتر خبر رسید که آنها مردند. این حادثه ها در آذربایجان واکنشی سخت به بار آوردند و مقامات آذربایجان مثل روسیه که همیشه با شهروندان ملت های غیر روس خصوصا شهروندان آسیای مرکزی که روسیه با آنها بدرفتاری، شکنجه و کشتار را انجام می دهد، این دفعه خود آذربایجان نیز چند شهروند روسیه را که با جنایت های وزنین عیبدار بودند در کشور دستگیر کرد. با این کار آذربایجان نشان داد که ملت و شهروندان خود را حمایت میکند و آنها را تنها نمیگذارد. و باز رسانه‌های آذربایجانی می‌نویسند که سفر معاون سروزیر روسیه الکسیر اوورچوک به شهر باکو که باید در آخر ایون میشد بکار شده است. همچنین یک هیئت وکیلان پارلمان آذربایجان تحت رهبری معاون یکم رئیس پارلمان علی احمدو که باید در جلسه 23 کمیسیه بین پارلمانی روسیه و آذربایجان در مسکو اشتراک می‌کردند دیگر نمی‌روند. استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی میگویند که رویدادهای اخیر نشان دادند که آذربایجان از شهروندانش دفاع میکند و نمیگذارد که حتی در خارج از جمله در روسیه آنها شکنجه یا تحقیر شوند. ولی کشورهای آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان وقتی که شهروندانشان در روسیه از طرف پلیس تحقیر، لطوکوب و حتی کشته میشوند هیچ واکنش جدی نشان نمیدهند. با گفته کاربران مخصوصا حکومت تاجیکستان تا امروز در رابطه با ظلم و آزاری که تاجیکان از دست مقامات روسیه میبینند حتی یک بار هم صدا بلند نکرده است.